پسرم، بدان که بزرگترین لذت‌ها این بخشیدن خطای دیگران است. از خطای دیگران بگذر تا خداوند از گناهان تو بگذرد. پسرم، حرمت و آبروی کسی را نشکن، زیرا وقت حرمت و آبروی کسی را شکستی مثل شیشه شکسته برای تو خطر آفرین است. اگر می‌خواهی کسی را نصیحت کنی، هیچگاه او را در پیش دیگران نصیحت مکن. نصیحت کردن فقط زمان تأثیر دارد که شما تنها 2 نفر باشید. اگر می‌خواهی کار را انجام دهی، از موفقیت خود در آن کار با کسی صحبت نکن. بگذار اول کار انجام یابد و تو به مقصد برسی. پسرم، بدان که بعض وقتها سکوت کردن تو در برابر گفته‌های دیگران بهترین پاسخ تو خواهد بود، اما باید یاد گیری که در کدام شرایط باید سکوت کرد و کی باید به سخن آمد. اگر می‌خواهی خوشبخت باشی، بیشتر بخوان، اما بدان که خواندنی که بی اندیشه باشد بیهوده است و اندیشه‌ای که بی خواندن باشد خطرناک. پسرم، برای خودت شخصی محترم باش. خبر نداده به خانه کسی یا جای کار کسی مرو. اگر دیدی که کار را میتوانی به یاردم دیگران انجام دهی، هیچ وقت بیهوده از دیگران کمک مطلب. همچون بار زیادی خودت را برگردن دیگران بار مکن. فرق نمی کند در خانه باشی، در جای کار باشی، در بین دوستان باشی. مبادا اگر از تو خطای سرزده ماند، با شجاعت اقرار کن که خطا کرده ای، ولی از آن به بعد احتیاط کن تا دوباره خطا نکنی. بدان که بدترین چیز در زندگی کار خطای را دوباره تکرار کردن است.